سلام دوستان عزیز، میخواستم یه نرم افزار الگو سازی بهتون معرفی کنم که هم سه بعدی هست هم دو بعدی که برای مزونی ها و شخصی دوزی ها خیلی کارایی داره. میتونید اندازه شخصی که میخواین براش لباس بدوزین تو این قسمت میتونین اندازه شخصی که واسش دارین الگو سازی میکنین تو این قسمت اندازه ها رو اینجا رو وارد کنین و مانکن تغییر پیدا میکنه و یا سایزبندی که خود نرم افزار داره به صورت پیش‌فرض میتونین از اونها استفاده کنین که تو این قسمت میتونین سایز مورد نظرتون سایز 36 و 38 و 40 هر سایزی که حتی برای آدمایی که وزن بالایی دارن به این صورت میتونین واسه اینا به راحتی الگو سازی کنیم که ما یه پیش‌فرضی رو اینجا انتخاب میکنیم که بریم برای یه الگوی مانتو یا یه بیس سایز 38 در بیاریم که اینجا مانکنمون رو انتخاب میکنیم و واسه این یه پارچه‌ای رو که خود نرم افزار روش به قول من روی مانکن میندازه انجام میدیم. به این صورت حتی از زاویه بغل، نیمرخ و روبرو به همین راحتی حتی چقدر میخواین اینجا گشاد باشه یا تنگ باشه تو این قسمت ها به دلخواه هستش خودتون میتونید تغییر بدین. به این صورت حتی این قرینه هستش هر زاویه که از اینجا یه قسمت میخواید تنگش کنید تو اون قسمت آینه هم خودش انجام میده. اینو انجام میدیم به بغل، قودی پشتم انجام میدیم. به این صورت خیلی راحته. حتی اشخاصی که اصلا الگو سازی بلد نیستن و یا خیاط هم نیستن به راحتی میتونن با این نرم افزار کار کنن. من خیلی از کارامو با همینم میتونم در بیارم و بعضی از کارهایی که خیلی حساس هستش واسه کارهای بوتیکی که برای اروپا داریم کار میکنیم از این سعی میکنم استفاده کنم. خیلی جواب خوبی گرفتم و خواستم برای دوستانم که اونایی که دوستایی که منو میشناسن این نرم افزار رو معرفی کنم که به این صورت ما انجام دادیم. بعد میریم برای در آوردن این، حتی میتونیم بهش اینجا آستین هم بهش بدیم که تو این قسمت خواهی میکنم اینو بعد من بله تو این قسمت میتونید آستین هم در بیارین. آستین اگه میخواین چیندار یا پف باشه که به این صورت میتونید تغییر بدید. اندازه بازو یا آرنج یا مچ دست رو همینجا میتونید مشخص کنین یا تنگ یا به قول معروف میتونید تغییرش بدین. بعد ما یه آستین نرمال میخوایم در بیاریم. بعد حالا اندازه رو کاری ندارم، فقط میخوام از بغلم یه نگاه کنیم. بله این شکلی باشه بهتره آستینمون به این صورت. خب بریم برای در بردن الگوش که اینجا خب اگه با زیاد من فقط یه توضیح مختصری میدم که زیاد تو دیتیلش نمیرم که فقط میخوام بدونید چه اینجا دیگه میتونید تغییر بدین سه بعدی کارتون رو ببینید. به این صورت آستینی شکلی وای میسته و این بیس کاری که اندازه‌ای که حتی میتونیم گفتم اون اندازه شخصی که واسش میخواین یه لباسی بدوزین همینجا این اندازش هستش. ما فرض بر این میگیریم که این اندازه اون شخص هستش و واسش یه بیسی میخوایم در بیاریم که بیس کارمون خیلی
فیت کارمون خیلی خوب باشه. بعد میریم برای در آوردن کار که خیلی ابزارهای راحتی داره، هر کسی میتونه با این کار کنه. بله، ما سرشونه رو از همینجا خیلی وسط میگیرم، هم اینجا مشخص کرده خطوطا رو، بعد یه برش عصایی بهش میدم، برش سرشونه بهش میدم. به این صورت آره نیازی نیست همه رو انتخاب کنیم، خودش اون قوسیه رو میده، ما به این صورت انجام میدیم. بعد میایم اینجا آستین رو میتونیم برداریم که این زیر بغل رو نشون بده. بعد این نقطه رو انتخاب میکنم به این صورت و تا پایین میام علامت میزنم برای برش پشتشم به همین صورت. ما همین رو فعلا انجام میدیم، پیش کار رو در بیاریم. خیلی راحت انتخاب میکنیم، پیش کارمون اینجاست و به راحتی. بعد قسمت این قسمت رو بله به این صورت، بعد برای پشتش این قسمت میتونی اینو اینجا هر تغییری میتونین توش بدین، هم دو بعدی هستش هم سه بعدی هستش که اینجا دو بعدیش رو میبینین. بعد میتونیم برای یه برنامه‌ای دیگه ما میریم برای آستینش هم در بیاریم. برای آستینش در بردم میگم خیلی راحته، هر آستین که بخواین اینجا میتونین در بیارین به این صورت. آستین هم باز میتونید چرتاشو مشخص کنید، حتی از اینجا میتونید یه چرت سرشونه داره، بعد یه چرت هم اینجا میزنیم. بعد آستینمون هم در اومد. اگه اینجا مشخص نیستش میتونید یه بار دیگه، چون برای کار داد این چرتا رو اینجا برای خود آستینم الان من اینجا دارم میزنم، اینجا مشخص تو دو بعدیش هم داره مشخص میکنه که کجا چرت داره و این آستین برای چرت ها هستش. خب اینم به این صورت. حتی اینجا باز راه پارچه رو یا مشخص میکنه، حتی اینجا میتونید بهش چیز بدین، به قول معروف رنگ، یا اینجا این چاپو یا حال فارسیش رو پیدا نکردم عذرخواهی کنم. به این صورت حتی اینجا باز میتونید تغییر بدین، این چاپ پارچه رو بزرگ یا راه و بیراه به این شکل انجام میدیم. یعنی یه توضیح مختصر میدم که برای دیتیلش و توضیحاتی بیشتر میتونین برای فروشش و آموزشش میتونین تو دایرکت پیام بدین، اونجا توضیحات بیشترش رو بهتون میدم. همین رو میتونین باز توی یه نرم افزاری دیگه، مثلا ما سایز 38 میگیم بدن، تو هر جایی که خواستین میتونین اونجا سیو کنین و با یه برنامه‌های دیگه هم میتونین باز کنین، حتی با برنامه‌های سه بعدی میتونین باز کنین. به عنوان مثال همین کلو 3D که دارم آموزش میدم من، تو کلو هم میتونین بیارینش و اونجا تن مانکن کنین ببینیم به چه شکل هستش. من اون الگویی که اینجا در آوردم تو اون برنامه دو بعدی و سه بعدی در آوردم، میارمش اینجا، یه آواتاری انتخاب میکنم
باز به صورت پیش‌فرض. بعد اون الگویی که من سیو کردم تو دسکتاپم میارم اینجا و اینجا میتونین ببینیم به این صورت. پشت کاش، این برش پشت و آستین و اینم پیش کاره به این صورت. اینم آستینش. باز مانکن میتونیم تن مانکنمو اینا رو لینکش میکنم من. حالا برای آموزش کلو هم اگه خواستین میتونین توضیحات بیشتر میتونم بهتون بدم که به این صورت برای پشتشه، برای به این صورت. بعد آستینش هم میتونیم آستینش رو به این صورت انجام بدیم. دوخت اتومات میدیم ببینیم جواب میده. بله بعد دیسیه میپوشونیم. بعد اینجا یه دوخت میزنیم. بله به این صورت. این بیسی که ما اونجا در آوردیم این کار بود. بعد یه آستینش هم الان ذره. خب اینو یه بار دیگه امتحان میکنم اینو به این شکل. بله یه آستینش هم به همین شکل. بعد این الگویی که ما اونجا در بردیم راحت به این شکل در اومد. مرسی، ممنون از همراهیتون. برای اطلاعات بیشتر تو دایرکت میتونید پیام بدیم که برای هم آموزش و برای فروشش. مرسی، ممنون.